سلام بیننده گرامی، برنامه اخباری آزادی را دوام 15 دقیقه از شهر پراگ جمهوری چک پیشنهاد میکنیم. امروز 28 ینور است. در برنامه این گزارش را داریم. جزئیات پرونده 9 نفر از جمله یک زن که در ترکاندن ماشین رئیس حزب خلقی دموکراتی در کلاب عیبدار و به سالهای طولانی محکوم به زندان شدند. 2 نفر اما یک عمره شدن، دیگرش 24. امبودسمن یا وکالتدار حقوق انسانی تاجیکستان میگوید در روسیه مهاجران با مناسبت بی‌رحمانه مواجه شدند. مهاجران هم با او موافقند. ما امسال هم خشید که به هیچ شده ما ساز حجت داشتگی نگردونن به یکم چی هم دمادت گردونن. نویسنده و روزنامه‌نگار مهاجر تاجیک حبیب سعید در روسیه درگذشت و در زادگاه شهر اسفره به خاک سپرده شد. برنامه را با گزارشی از کلاب آغاز میکنیم. مقامات این شهر با گذشت 1 سال جزئیات ترکش ماشین رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در کلاب را گفتند. ماه ینور سال گذشته ماشین مقام بلندپایه حزب حاکم ترکید و مقامات حادثه را تروریستی گفتند. در این حادثه 9 نفر بازداشت و جزای سخت گرفتند. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارم کیومرثی عطا. جزای کلان دادن یعنی که یک عمره، دیگرش از 23 سال. دادستان منطقه کلاب جزئیات جزا به شخصان را گفت که در سوی قصد به جان رئیس دفتر حزب خلقی دموکراتی در این شهر گناهکار دانسته شدند. ماه ینور سال 2024 ماشین سلیم سیولی زاده رئیس دفتر حزب خلقی دموکراتی در کلاب ترکید. خودش زخمی شد. مقامات آن را عملی تروریستی نامیدند. نمودهای بجاوگری جنایتی کشیدن به کدام دادستانی 9 نفر را به دست داشتن در عملی تروریستی متهم کرده بود. 2 نفر اما یک عمره شدن، دیگرش 24. 5 سالم داده، 6 سالم دادن. مقامات از رهبر گروه بختیار مجیدزاده ساکن دهه تودکفش کولاب نام میبرند. او به حکم ابد محکوم شده است. بختیار مجیدزاده پسر اکبر مجید روزنامه‌نگار سابق رادیوی ولایت ختلان است. اسلم آلتیوف برادر او نیز حکم ابد گرفته است. اکبر مجید روز 28 ینور گفت در این باره هیچ سخنی گفتن نمیتواند. حکم کمترین را در این پرونده خالصما رحیمووا کلین این خاندان گرفته است. او را به تهیه پرچم داعش و خبر ندادن از جنایت گناهکار کردند. این زنی که اویله همو راهبر گروه بود، 5 سالش آزادی محروم دادن و به سبب کودکی خورد داشت برای همون محرومی آزادی موقتا برای فرزندش کلان شدن موقوف گذاشتند. مقامات گفتند که دستور ترکاندن ماشین رئیس حزب خلقی دموکراتی را در شهر کلاب بخش داعش در افغانستان داده است. حزب خلقی دموکراتی حزب حکمران در تاجیکستان است و ریاست آن را پرزیدنت امامعلی رحمان بر دوش دارد. امید بابازاده امبودسمن یا وکالتدار حقوق انسانی تاجیکستان بیش از 10 بار به امبودسمن روسیه درباره مناسبت بی‌رحمانه نسبت به مهاجران تاجیک نامه نوشته است. امبودسمن تاجیک در نشست مطبوعاتیش گفت که به همه نامه‌های او همتای روسش تاتیانا ماسکالکووا تنها به یک نامه پاسخ داده است. در این پاسخ امبودسمن روس گفته است که مسئله را بررسی می‌کنند. در این باره همکارم براد یوسفی و علیشیر ظریفی گزارش می‌دهند. امبودسمن تاجیکستان امید بابازاده میگوید که نقص حقوق مهاجران تاجیک در روسیه افزایش یافته است. در نشست خبری که امروز برگزار شد او گفت که در رابطه با این مسئله بارها به همتای روسش تاتیانا ماسکالکووا مراجعت کرده است.
در حقیقت ما اعتراف میکنیم نقض حقوق انسان در قلمرو فدراسیون روسیه زیاد شد. نه اینکه شهروندان تاجیکستان دلخوش شهروندان جمهوری ازبکستان دیگر. مقامات روسیه بعد از حمله به تالار کنسرتی کروکوس 22 مارس سال 2024 تفتیش و اخراج مهاجران را افزایش دادند. در رابطه با این حادثه زیاده از 20 نفر اکثر شهروندان تاجیکستان بازداشت شدند. 4 نفر شهروند تاجیکستان همچون عاملان اساسی معرفی شدند. روزنامه‌نگاران از امبودسمن تاجیک سوال کردند که تا کجا از حال شهروندان تاجیکستان که در این حادثه بازداشت و گمانبر دانسته می‌شوند با خبر است. لیکن متاسفانه به واسطه ما با خودی همین شهروندا و خوردگی نیستیم، امکان نشد. با وجود تلاش‌های مقامات تاجیک، مهاجران تاجیک در روسیه میگویند فشار مقامات روس روی آنها زیاد است و حالت‌های اخراج عمومی، سنجش و اخراج و راه ندادن مهاجران به قلمرو روسیه بدون اساس افزایش یافته است. ما امسال هم خشید که به هیچ شده ما ساز حجت داشتگی گردوندن به یکم چی هم دمادت گردوندن برای همین اوضاع دروغی کاغی شد ترک چه برای همین به هیچ گردون نیستن اوضاع آدمایی که یکم ماه سال به دقیق گشتگی نیستن همون گردون نیستن اوضاع. مقامات روسیه برخورد خود را با مهاجران اقدام لازمی برای پیشگیری مهاجرت غیرقانونی ارزیابی میکنند، ولی مقامات تاجیکستان میگویند که چنین مناسبت حقوق مهاجران قانونی را پایمال میکند. هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان برای کار به روسیه میروند. مبلغ‌های آنها برای اقتصاد کشور و خانواده‌هایشان اهمیت کلان دارد. با شدت گرفتن نظارت و اخراج مهاجران، بسیاری‌ها در فکر بازگشت به وطن و یا جستجوی جای نوی کاری هستند. فرماندهان اوکراین میگویند که نیروهای روسیه شام 27 ینور 77 مرتبه به منطقه پاکروفسک حمله کردند، ولی به سربازان اوکراینی میسر شد 65 حمله را رفع کنند. از جنگ ویرانگر روسیه در اوکراین تقریبا 3 سال میگذرد و پرزیدنت نوی آمریکا دونالد ترامپ گفته است که میخواهد هر چه زودتر جنگ در اوکراین را به پایان رساند. به گفته تحلیلگران میل او برای ختم زود جنگ احتمال دارد کیف را مایوس کند. همکارم طاهری سفر این موضوع را بررسی کرد و قبل از برنامه از او پرسیدم ترامپ چه انتخاب‌های برای پایان دادن به جنگ دارد. دونالد ترامپ در مرحله بعدی جنگ در اوکراین نفوذ فوق‌العاده زیادی خواهد داشت، اما این نفوذش را چگونه استفاده می‌کند حالا واضح نیست. ترامپ وعده داده است که به جنگ در اوکراین دریافت کننده میلیاردها دلار کمک نظامی آمریکا زود پایان می‌دهد، اما روش معاملاتی ترامپ با دیپلماتیا بیم آن را برانگیخته است که او می‌تواند پشت سر اوکراین با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به موافقه برسد. مثلا ماری دومولین دیپلمات سابق فرانسه در شورای اروپایی روابط خارجی میگوید حالا هم این نگرانی وجود دارد که ترامپ با پوتین به موافقه میرسد و سپس به اوکراین میگوید که آن را بپذیرد. در عکس حال کیف از کمک‌های آمریکا محروم می شود. استراتژی ترامپ برای پایان دادن به جنگ هنوز در حال شکل گیری است ولی به قول تحلیلگران او دو راه وسیع در پیش دارد. اولین راه با قطع کمک‌های ضروری مجبور کردن اوکراین به مذاکرات و پذیرفتن سازش صلح نامناسب برای کیف است. راه دیگر با اعمال تحریمات نو به ضد روسیه و افزودن کمک‌های نظامی به اوکراین و زیر فشار بیشتر قرار دادن روسیه است. سوال دیگر از همکارم این بود که آیا ترامپ با پوتین به توافق میرسند؟ هم پوتین و هم ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین علامت دادند که آماده مذاکرات صلح هستند، ولی واضح نیست که دو طرف میل برای گذشت دارند یا نه. دونالد ترامپ همچنین در پی استفاده از مناسبت‌هایش با پوتین است که او را ستایش کرده و گفته است که نیت دارد با پوتین رو به رو ملاقات کند. ترامپ روز 20 ینور هنگام صحبت با خبرنگاران در کاخ سفید دیگر باره رابطه شخصی خود با پوتین را در میان کشید و گفت که من با او خوب هستم، امیدوارم او یعنی پوتین میخواهد به سازش برسد. عین زمان ترامپ پوتین را تنقید کرد و این تنقید را علامت از آن میدانند که ترامپ میتواند برای رسیدن به سازش با مسکو هم از پاداش و هم از تنبیه استفاده برد. سوال سوم که از همکارم طاهری سفر پرسیدم این بود که دونالد ترامپ چی وسیله ها و یا ابزارهای سیاسی دارد که پوتین را به میز مذاکرات بیارد؟ با وجود صورت گرفتن شتاب برای گفتگوهای صلح ممکن است دونالد ترامپ روسیه را با آسانی به سر
میز مذاکرات آوردن نتواند و گفته تحلیلگران با وجود تلفات سخت ارتش روسیه در میدانهای جنگ در اوکراین، ولادیمیر پوتین باور دارد که روسیه جنگ را میبرد و از این رو انگیزه زیادی هم برای تغییر موقعش ندارد. در این صورت ممکن است دونالد ترامپ از ابزار فشار استفاده کند، یعنی با جاری کردن تحریمات سخت‌تر اقتصادی روسیه را هدف بگیرد. پیش از انجام ماموریتش حکومت جو بایدن رئیس جمهوری سابق تحریمات بسیار ضررآور برای شرکت‌های نفتی روسیه را جاری کرد که دیگر کشورهای غربی این کار را نکردند. ممکن است دونالد ترامپ به این نوع تحریمات آمریکا بیفزاید. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هم گفت که در صورت مذاکرات برای ختم جنگ تقریبا 3 ساله هم اعمال تحریمات و هم برداشتن آنها در نظر گرفته خواهد شد. مارکو روبیو افزود برای رسیدن به سازش صلح هم اوکراین و هم روسیه باید برای گذشت آماده باشند و برای رسیدن به سازش تحریمات هم میتواند یک بخش گفتگوها باشد. ترامپ همچنین میتواند به پوتین فشار بیارد که کمک‌های نظامی را به اوکراین آمریکا می‌افزاید تا وضع در جبهه‌های جنگ به نفع کیف تغییر یابد. تشکر از همکارمان طاهری سفر که دورنمای احتمالی جنگ در اوکراین را مطرح نمود. برمیگردیم به تاجیکستان. نویسنده، روزنامه‌نگار و بلاگ‌نویس حبیب سعید که سالها باز در اینترنت به تبلیغ و معرفی تاریخ، ادبیات، موسیقی و چهره‌های نمایان تاجیکستان مشغول بود، روز 20 ینور در 71 سالگی در روسیه درگذشت. جسد او را در زادگاه شهر اصفهان به خاک سپردند. همکسبان او، روزنامه‌نگاران و منقدان ادبیات و فرهنگشناسان مرگ او را تلفات بزرگ می‌دانند. فرزان محمدی گزارش دارد. کالبدی نویسنده، روزنامه‌نگار و بلاگ‌نویس حبیب سعید را آخر هفته گذشته در شهر اصفهان به خاک سپردند. او بیشتر از 30 سال در ولایت ارنبورگ روسیه زندگی می‌کرد و روز 20 ینور همانجا در 71 سالگی درگذشت. سبب مرگ او را پیوندان در خروج سرطان معده گفتند. پدر و عمکی حبیب سعید، لطفی و شفقت سعید از نویسندگان و روزنامه‌نگاران شناخته دوران شوروی بودند. حبیب سعید ختم کرده دانشگاه کشاورزی است، اما پیشه‌های زیادی را آزموده است. کفشرگر، چیلانگر، گئولوگ، مهندس، کارمند نشریه هفتگنج و شارح سیاسی رادیوی تاجیکستان بود. حبیب سعید در سالهای 90 در ایام جنگ داخلی تاجیکستان به روسیه رفته تا آخر عمر در آنجا ماند. او سال 2019 در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که بعد کوچیدنش به روسیه کار را در کارخانه روغنکشی نیز تجربه کرد، ولی سکته قلبی شد و به نفقه برآمد و به کار ایجادی برگشت. و در سالهای آخر سلسله بلاگ و صحیفه‌ها را در بخش ادبیات، سیاست، فرهنگ و خادمان معروف تاجیکستان در اینترنت گردانندگی می‌کرد. در صحیفه او در یوتیوب موسیقی و گفتار و نوارهای نادر از دوران شوروی سابق جای یافتند. حبیب سعید مقصد این کارش را احیای فرهنگ و تمدن ملی و انتقال به نسل‌های آینده معنی داد می‌کرد. تقریبا رادیو تاجیکستان 11000 روی دارد، ثبت دارد. اینا همش فرمتی باید گذرانده لازم. MP3 با چون که نابود نشود. فرهنگ شناسان و ادبیات شناسان زحمت‌های او را در این راه مؤثر ارزیابی می‌کنند و در عصر فناوری‌های نوین کار حبیب سعید را نمونه برای دیگر فعالان شبکه‌های اجتماعی می‌دانند. سرودهای برنا اسحاقова که اگر شنیدن خواهید یا دانستن خواهید، ما از حبیب سعید می‌یافتیم. یا سرود و ترانه‌های خلقی سالهای 30 و 40 و 50 را که در خزینه حبیب سعید بود و اینا باید احتیاط کرد و همین سلاله‌ای که حبیب سعید اینقدر با محبت حفظ کردن و برای اهل تاجیک و تاجیکستانیان خدمت کردن باید نگاه داشت. روزنامه‌نگاران و منقدان ادبیات و فرهنگشناسان میگویند حبیب سعید در جاده ایجاد نقشه و آرمان‌های زیاد داشت که با خود برد. فرزان محمدی، رادیو آزادی. برنامه با پایان رسید. تا برنامه‌های دیگر خدا نگهدار.